در شهر مینسک پشت درهای بسته دیروز قریب 2 ساعت صحبت بی‌سابقه روبروی پرزیدنتان روسیه و اوکراین ولادیمیر پوتین و پترو پوراشنکو برگزار شد. پوتین بعد این ملاقات گفت که این نشست خیلی مهم بود چون در روابط میان دو کشور مسائل زیاد جمع شده است. این زمان و گفت که در این دیدار جزئیات آتش بس و نقشه صلح در شرق اوکراین بررسی نشده است. چون که به گفته ولادیمیر پوتین روسیه یگان طرف نزاع نیست و مذاکرات صلح را باید مقامات اوکراین با نمایندگان ولایت‌های جدایی طلب دونیتسک و لوهانسک پیش برند. پوتین ولی به ضرورت آغاز هرچی زودتری روند صلح تاکید کرد. این زمان پوراشنکو بعد بازگشت به کیف گفته است اوکراین از روسیه صلح و قطع اشغال سرزمین‌هایش را طلب خواهد کرد. این موضوع را ما با برایان ویتمور، تحلیلگر مسائل سیاسی رادیوی آزادی در میان گذاشتیم. سلام برایان، بگوید به نظر شما آیا همین نشست، نتیجه های همین نشست را می شود همچون یک مرحله حل کننده در شاید حل نزاع اوکراین بررسی کنیم؟ Но я думаю, что нет, потому что они заявили публично, это был نه، совсем فکر میکنم که آنچه که آنها در مظهر عام گفتند یک اظهارات خالی و بی‌مغز بود. آنها 2 ساعت صحبت کردند و معلوم است که بسیار گپ‌ها در پشت پرده ماند. ولی نباید فراموش کنیم که از این پیشتر خبری پخش شد که میگفت میان دو رهبر یک توافق حاصل شده است. نشریه ایندیپندنس نوشت که گویا این توافق مربوط به آن است که گویا روسیه آماده می شود برای از خودکنی کریم برای اوکراین پاداش بدهد و گویا غرب هم در جواب تصرف کریم را اعتراف می کند. روسیه از شرق اوکراین بیرون می شد و مسکو هم در جواب وعده می داد که به تلاش‌های کیف برای شامل شدن به اتحادیه اروپا دخالت نمی کند. ولی این همه گزارش مطبوعاتی است و حقیقت کجاست ما نمیدانیم، چون که طوری گفتم بعد صحبت 2 ساعته این دو نفر در نشست مطبوعاتی گپ‌های بیهوده و بی‌معنی صدا داد. Но они говорили на 2 часа, о чем они говорили, я не знаю. با فکر شما برای جناب پوتین که نقش خیلی مهمی در بحران اوکراین می‌بازد، ادامه بحران اوکراین چی می‌دهد؟ Ну, надо смотреть на это на большом контексте. به این مسئله باید کلی نظر اندازیم. تا بحران اوکراین محبوبیت پوتین در داخل کشورش خیلی در سطح پایین کمتر از 50% بود. رژیم در حالت بحران قرار داشت. حالا ریتینگ پوتین 80% را تشکیل می‌دهد. همین موج پاتریوتیسم و ملت‌گرایی را برای بالا بردن موقع خود در داخل کشورش استفاده برد. اگر او به آسانی از بحران اوکراین دست کشد، محبوبیت او کم می‌شود. ولی حالا در برابر پوتین 2 انتخاب وجود دارد. اولا اعتراف ناکامیش در اوکراین شرقی و گزینه دیگر توسعه جنگ‌ها که عاقبتش غیر قابل پیش بینی است. تا امروز او میتوانست دیگران را به بازی اندازد که او هیچ ارتباط با جنگیان اوکراین ندارد، ولی حالا دیگر همه میدونند که حقیقت چیست و او باید انتخاب کند. واقعا هم او حالا نمیدوند که چی کار کند. با فکر شما آن اقدام هایی که تا حال از جانب غرب و اتحادیه اروپا در امر مجازات پوتین کرده شد کافی هستند؟ منظور شدیدتر شدن تحریم ها هست و یا باید کدام اقدام جدیتری دیگری هم کرده می شد؟ من نمیدونم که چی اقدامی از این هم شدیدتر را غرب نسبت روسیه روا می‌بیند، ولی خود همین تحریم ها خیلی و خیلی احوال روسیه را بد کرده اند. بانک های روسیه از مؤسسه های مالی خارجی قرض گرفتن نمیتوانند. این یک فاجعه برای اقتصاد روسیه است. و به نظر من محض همین چیز بود که پوتین برای مذاکرات راضی شد. دیروز دبیر کل ناتو گفت که به اروپای شرقی نیرو می‌درآورد. به پولش و کشورهای نزد بالتیک پوتین عملاً ناتو را از خواب بیدار کرد. ناتو باید به پوتین جایزه دهد که احیای ناتو را تأمین کرد.